باشند. سال 2017 دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов فاکولته فیلولوژی تاجیک اختصاص ژورنالیست را ختم کرده‌اند. سال 2017 کتابی واژه‌های سبز از چاپ برآمده است. از چاپ 2017 در اداره تلویزیون و رادیو ولایت همچون راوی و راهبر گروه ایجادی برنامه شمیم صبح فعالیت می‌برند. سال 2018 با جایزه بهترین تلویزیونی صفیه سزاوار گشتند. در جنبست سالی هنرهای مردمی جای یکم را اشغال نموده است. مادر به جان